Oramşavi de akşam gelmişti de mihneti prezident kılışı. Yani mesela şahsen bana sohbetlere gidip ki aksaret kumandanı روزی نیستن که من صلح را خراب کنم. خارجه yapayım bu zaten hocam نیست. Ama kabul kadar biriyiz, imza kadar biriyiz sulha. 10 سالم که جنگ کنیم عاقبت صلح، 20 سالم جنگ کنیم عاقبت صلح. محسوس شده بود حتی پرزیدنت دعوت کرد که در مسکو با وقت بیارن قریب 90% او از کس کرد. از چی کس کردن؟ از کس کردن که ما با صلح کردنی نیستیم. صلح در همه حالت میکنیم و او به یارق با وطن برگردن. همچون مغلوب شده. که این تکلیف اونها را کماندان اپوزیسیون قبول نکردن، فقط یگانه پرزیدنت اینیشیتیو می آدم شد و دستگیری باید شنگول و دیگه خطی بعد سازشنامه صلح امضا کرد پرزیدنت. خود کاری بود گویا که جنایت کرده باشه و دسته سرنده او را به حبس گرفتن. که غیر قانون بود. همون چیز نمای مثلا کماندار همش جمع شده مرا مثلا جواب کرده من گفتم بهشون که همینجا غیر قانونی را حبس کرده. این چیه؟ ما تو مانداتی را استعمال نکرده حبس کرده کو. و گناهش رو به جمعی ما اثبات میکرد. عزت میگرفتن حبس میکردن. اجازت میدادن. آنها شخصی من میکردن. بعد میگفتن زندانش میکرد. بعد این واقعیت در نصف روزی یک تقریبا 25 تا دپوتات قماندان جمع شدن از این اومدن که هیچ خیلی آخه جنایت نکنید سوتو نکنن خیلی فهمیده شد دیو که اینو فوجی غیر قانونی